این وبسایت معروف IQ Air است و صفت هوا را در گوشه‌های گوناگون جهان بازگو می‌کند. معلومات از دستگاه‌های گرفته می‌شود که آنها را یا حکومت و یا شهروندان نصب کرده‌اند. هر قدر دستگاه‌ها زیاد باشد، معلومات همان اندازه دقیق‌تر خواهد بود. درست نصب کردن آنها نیز بسیار مهم است. فعلا IQ Air معلومات را درباره شهر بیشکک تنها از 6 دستگاه می‌گیرد. معلوم نیست شماره دستگاه‌ها در گذشته چقدر بوده است، اما در چند سال اخیر تعداد آنها را کم کردند. Там варьируется от вот этих датчиков, да? یعنی نتیجه ها از کار دستگاه ها وابسته است. همین خیل. به نظر من در اون پلتفرمی که حال آنها فعالند، معلومات دقیق نمیدهند. وزارت ذخیره های طبیعی در این سمت کار میکند. اگر مقامات 6 دستگاه باقی مانده را نیز برچینند، بیشکک دیگر در وبسایت IQ Air دیدن نخواهد شد. در وزارت ذخیره‌های طبیعی به ساکنان توصیه دادند که معلومات را درباره پاکیزگی یا آلودگی هوا تنها از وبسایت قرغزگیدرومت بینند. فعلا در آنجا معلومات تنها از 4 دستگاه گرفته می شود. ماریا کالسنیکووا، کارشناس از سازمان موو گرین، میگوید هرچند قرغزگیدرومت معلوماتی باوربخش دارد، مشکل در آن است که سامانه تنها معلومات عمومی یک روز را نشان می‌دهد. از این رو بعضی وقت سطح افلاس شوی میتواند بسیار بالا باشد و این یک چیز مقرری است. ما باید این را درست درک کنیم. این دستگاه ها به ما یاری میکنند که سری وقت چاره اندیشیم. اگر ببینیم که شام هوا آلوده است، تیرزه ها را میبندیم، در بیرون مشق نمیکنیم و یا در کوچه نمیدویم. یعنی برای چنین حالت ها راههای گوناگون عمل وجود دارد و این یک حالت مقرری به حساب میرود. برای استفاده دستگاه‌های خصوصی ضرور است که آنها در قرغز استاندارد ثبت کرده شوند. با وجود این، فعالان زیست محیطی میگویند که این کار غیر امکان است، زیرا در قرغیزستان برای چنین سنجش‌ها آزمایشگاه مخصوص نیست. با گفته کالسنیکووا، چند سال پیش آنها توانستند دستگاه‌های استحصال قزاقستان را در آزمایشگاه اتحاد اقتصادی اوراسیا ثبت کنند، اما با آنها در قرغیزستان حجت گرفتن نتوانستند. لاورا مالیکووا، رئیس انجمن اکلاک‌های تجربوی قزاقستان، میگوید در کشور آنها نیز باید حجت قزگیدرومت را گرفت، ولی در این کشور مانع استفاده دستگاه‌های خصوصی برای معلوم کردن صفت هوا وجود ندارد. در این مسئله باید به سازمان‌های جامعه شهروندی، تشکیلات غیر دولتی و نهادهای علمی اجازه داده شود که دستگاه‌های چینک آلودگی هوای خود را نصب کنند. البته معلوماتی که این دستگاه‌ها می‌دهند شاید به حسابات رسمی قرغزگیدرومت یا دیگر نهادهای دولتی وارد نشود، اما محض نگه داشتن این خط نازک بسیار مهم است تا این روند به شکل اداره‌کنی توتالیتری یا مبارزه با خود دستگاه‌ها تبدیل نیابد. پژوهشگر شامل ابراهیموف از دانشگاه تکنولوژی ماساچوستس بران است که سنجش دستگاه معلوم کردن صفت هوا خصوصیت سیاسی دارد. با گفته وی هر قدر این دستگاه بیشتر باشد، حالت واقعی دقیق تر می شود. ابراهیموف اعتراف می کند که احتمال بعضی از دستگاه ها نادرست نصب شدند و شاید معلومات کاملا دقیق ندهند، اما با گفته وی محض همین تحلیل، یعنی جمع آوری از منبع های گوناگون، معلومات میانه گرفتن است. متخصص تاکید می کند که مردم علاقه خوب می دانند که شهر چه مشکل دارد. نبودن معلومات معنای نبودن مشکل را ندارد. همین که ما با جمع آوری معلومات درباره افلاس شوی هوا آغاز کردیم، بیشکک به صدر رویخط شهرهای دارای هوای از همه افلاس برآمد. این به داغ روز تبدیل یافت و همچون سیاست بدنامسازی کشور فهمیده شد. جای مبارزه با مشکلات راهی به درد سرد را پیش گرفتند. آنها تمام دستگاه‌ها را برچیدند و گویا مشکل هم از بین رفت، اما مشکل همانا باقی است. Убрали все эти датчики, да, и таким образом отменили якобы проблему, хотя проблема никуда не делась. کارشناسان میگویند که مبارزه با دستگاه‌های هواسنجی در مرکز قرغیزستان مبارزه با آلوده شوی هوا نبوده، بیشتر رویپوش کردن مشکل جدی است.